أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة بیزاری است، یعنی اعلان براءت بیزاری است. من الله، جانب الله، و رسول جانب پیامبرش. الى الذين به طرف او کافرای عاهدتم که شما تعهد کردین، لوث کردین، من المشرکین، از مشرکین. یعنی با کدام مشرکین تعهد کردین بعد از این الله و رسولش بیزار است، اعلان کنید دیگه تعهد خلاص است بگوین. فسیحوا بگردین، شما کفار بگوین، بگردین ای کفار فلرد در زمین 4 اشهر، 4 ماه وقت دارین. و علموا بدانین انکم یقینا شما غیر معجز الله، نیستین عاجز کننده الله، یعنی فرار کننده از عذاب الله. و ان الله یقینا الله مخزی الکافرین، می شرماند کفار در دنیا و آخرت می شرماند. هدف است که بیاین مسلمان شاین، وقتتان کم ماندگی است، اگر نی کشته میشین. خب در اینجا دوستا سورت توبه مدنی است، یا آخری سورت های است، یعنی 113 سوره. بعد از این کدام سوره نازل شده است؟ اذا جاء نصر الله والفتح، آخری و 113 است، یعنی یکی از آخرین سورت هاست. 129 آیت از 16 رکوع داره. و در اینجا هم دوستان چند بحث بیان میکنیم. یکی که نام های از این سورت، نام های از این بسیار مشهور که از نامش سورت توبه. بعض جا براءت، بیزاری از کفار، یعنی اعلان براءت و بیزاری از هر کافر و از هر شرک، از هر شرک و کفر و از هر کافر مشرک و حتی مرتد، از هر کسی که این نام دوستا که اصلیش است. دیگه نام ها هم دارد به اعتبار مضامینش، یعنی به اعتبار مطالبش. بعضی صفات ازی که مثلا بعضی ناماش المقشقشه بیان کرده است، یعنی خلاص کننده منافقین، صورتی که منافقا را از بین میبره. المبعثره یا البعثره، حالات منافقین بالا میکنه، رازای پتشانه. الفاضحه، منافقین میشرمانه. ای از عمر و عبدالله بن عباس نقل. سورت العذاب، عذاب با بالای کفار، بگیرین بکشین. اینا هم حذیفه با بالایش ما سورت العذاب. و این قسم ابن عاشور هم گفته المخزیه، یک نام دیگهش مخزیه، شرم، یعنی شرماننده، می شرمانه کفار. المثیره، یعنی بلند کننده که مسلمان ها را ترغیب میکنه بجنگن با کفار. یا سورت البحوث، یعنی سورت بحث، تلاش، تحقیق. ایوب انصاری مقداد ابن اسود از این نقل است. المنفره، صورتی که نفرت مسلمان از کافر نفرت داشته باشه. المعبره، یعنی صورتی که تعبیر کننده، یعنی تلاش میکند که یعنی از کفار که از چی کنین؟ نفرت بکنین، یعنی تعبیر میکند از نفرت کفار. المنکله، یعنی سزا دهنده، سخت کفار سزا میده. متشرده، یعنی دور کننده کفار. مدمدمه، هلاک کننده کفار. حافره هم گفتگیست حسن بصری، یعنی قلب های منافقان را میکشد بسیار، یعنی تباییست برای کفار این صورت دوستان. خب یک بحث دیگه است، سعی کنید در سر از این بسم الله نیست، یعنی هر سوره بسم الله دو است، دیگه نیست. اینی میاد ایرام یک کمی باید بگویم که در این صورت در اولش بسم الله چرا ذکر نشدگیست. یعنی در دیگه سوره بسم الله است، دیگه نیست. دلیلش چیست که بسم الله دیگه نازل نشدگیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی حکم نکرده که دیگه بسم الله نوشته کنید. به می خاطر علمای دیگه هم نوشته نکرده، یعنی نازل الله نکرده. این در دیگه سوره نازل میشه، دیگه نشده. در دیگه سوره پیامبر حکم میکرد، دیگه نکردگیست. خب این اصل گپ جواب همی است، اما حکمتش چیست؟ چرا بسم الله نازل نشده؟ باز دیگه علما اقوال دارن. حافظ ابن مردویه بسیار محدث قوی است، اصفهانی،
ایرانی اصفهانی از عبدالله ابن عباس روایت میکنم، میگه که من از علی ابن ابی طالب میگه سوال کردم که سورت برات یعنی در ابتدا که است بسم الله چرا نوشته نشده؟ میگه من سوال کردم از علی. عبدالله ابن عباس میگه او گفت که بسم الله که است از جانب الله که است امان است، یعنی امن است و رحمت است، و این صورت که است برای مشرکین و کفار اعلان جنگ است، یعنی هر کدام از اینا را، یعنی عذابی است که الله در این صورت نازل کرد به بالای کفار و اعلان کرده است الله که تعهداتی که با کفار کردین یعنی او را از بین ببرین، خلاص، یعنی دیگه تعهد با اینا وجود نداره، اعلان کنین. یعنی مبرد و غیره میگه که عرب ها عادتشانی بود که یعنی مطابق عادت از اونا یعنی این نبود که نوشته شد یعنی بسم الله، به خاطر که در قانون عربی بود که قبیله از دیگه قبیله یعنی عهد خدا نمیشکستاندن، میگه باز از او تقاضا میکردن که کدام خطی که نوشته کردیم در ابتدایش بسمک اللهم، یعنی او را چیز میکردن، یعنی وقتی که تعهد از بین میبردن در سرش بسم الله نوشته نمیکردن. و می خاطر میگه سورت برات که نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، علی رضی الله عنه به اهل مکه ای را اعلان کرد که فعلان بکو که مشرکین عرب ای را بشنون. اعلان ای را بسم الله نامد به خاطر که دیگه در بین ما شما تعهد وجود نداره، یعنی اشاره به سوی عزیز که تا الحال کدام تعهداتی که داشتیم دیگه ختم شده که قرطبی ابن عاشور ذکر کرد، به همین خاطر بسم الله را ذکر نکرد. اگر در کدام جایی که اونا تعهدات خدا از بین می بردن بسم الله نمی گفتن. این حکمت هایش است. خب مناسباتش با ما قبل چی است دوستا؟ قبلا قوانین قتال، احکامی که قواعد بیان شد، اصول قتال، مطابق اصول قانون بجنگین با کفار، فرض سی اصول. اینجا امر با قتال است که بجنگین با کفار. یعنی در آیت قبلی که است تعهدات ذکر شد، اینجا تفصیل امو تعهدات بیان میکنه. قبلا مشرکین که است و اهل کتاب تفصیلی قتالشان بیان شد، اینجا هم تفصیل است. یعنی دیگه ای که در صورت قبلی که است یعنی ایرا بیان شد، یعنی در سوره های قبلی که یعنی اینا مردم از مسجد الحرام مانع میشن. در اینجا میگه که برای مشرکین جایز نیست که مسجد ها را جور بکنن، اعمال از اینا جایز نیست که این کار را بکنن، یعنی اعمالش برباد است. صفات مومنین در سورت انفال بیان شد، بعد از صفات کفار بیان شد، یعنی هر دو فریق الله حکمشان بیان کرد. در اینجا که است یعنی این حکم بیان میکنه که یعنی شما با این کفار که است به خاطر شدت کفر از اینا با اینا شدید قتال کنین، یعنی دیگه تعهدات در بین از اینا باید از بین برود. قبلا در ترغیب و انفاق ترغیب بود، یعنی انفاق و جهاد، اینجا ترغیبش که است یعنی کامل است از او کرده. در اینجا یعنی کمال انفاق کمال جهاد بیان میکنه. قبلا مصارف غنیمت بیان کرد، در اینجا مصارف زکات بیان میکنه. زمانی نزولش کی نازل شده؟ امام بخاری از برای ابن عازب روایت کرده که سورت برات آخری سورت است که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده است، یعنی در مدینه آخری. بخاری 4364. موضوع این سورت یا هدف اساسی چیز؟ البراءة من الکفار اجمعین بقتال و جهاد، برات و بیزاری از همه کفار. چه قسم برات بیزاری؟ با جهاد کردن. یکی ما شما مثلا در خانه شدیم یا در یک جای در اعلان برات میکنیم، میخو فرضه، اما جهاد که بکنی اوه این بسیار درجهش بالاست. باز الله ای را بیان میکنه با کدام کفار جنگ بکنی، اینجا اقسام کفار را بیان میکنه. جهاد با منافقین، جهاد با فاسقا هم میتونی،
او چی است؟ او ایست که مثلا گپ نمیزنی، مثلا ترک میکنی کفاره، یعنی منافقا را، فاسقا را براعت میکنی، یعنی رابطه تا قطع میکنی. جهاد با فاسق ای است. خلاصه از این صورت است که در این صورت یعنی 4 حصه است دوستان. اول حصه از این صورت انواع مقاتلین را بیان میکن تا آیت 28، یعنی قتال با کیا بکنی با کیا نکنی. انواع مقاتلین انواع المقاتل، اقسام کسایی که با اونا جهاد و جنگ میشه، اینی کساست. بعد از قتال اهل کتاب و دلایل از را بیان میکنه تا آیت 99 را. باز صفات و خصلت ها و قباحات منافقین، که منافقین یعنی اینی تو این تو صفات داره، اینا را بشناسین. اگه اینی صفات در کسی دیدین خدا نگاه کنین، بفهمین که منافقه، تا که صف مسلمان ها پاک شود از منافقین. تا آیت 99 بعد از تا آخر که است، یعنی انواع منافقین و مؤمنین را الله بیان میکنه و صفات منافقین را بیان میکنه که یعنی شما از اینا بترسین، شما را فریب نده. سبب نزول از این دوستا بعضی مفسرین بیان کرده که این صورت یعنی به خاطر که خوب آیات های ازیر انسان خوب بفهمه، بعد تاریخی سبب نزول ازیر حقایق واقعات انسان در ذهن خود باید جای بده، اگر نه این صورت با صحیح نمیفهمه. مثلا در رمضان، 8 رمضان، رسول الله صلی الله در سال 8 در ماه رمضان رسول الله صلی الله علیه و مکه را فتح کرد و وقتی که مکه فتح شد باز اعلان کرد که از خانهایتان شرک کفر خلاص، دیگه کسی نمیتونه شرک انجام بده یا کفر بکنه. ابتدایی اعلانش همی بود. بعد از اون جنگ حنین واقع شد در برابر کفار، در اونجا قبایل حوازن یعنی بسیار قوت و نیرو هم داشتن و قوت خودان مصرف کردن. اول مسلمان ها شکست خوردن، در آخر باز حوازن هم که از قدمایشان یعنی لغزی تو هم شکست خورد، الله شکست شد و رسول الله با مسلمان ها سایه منطقه از اونا را فتح کرد. الله از اون جنگ هم میجیات میکنه. باز بعد از اون جنگ دیگه تمام عرب ها مشرکین قوت و نیرویشان ختم شد، یعنی با مسلمان ها دیگه جنگ نتانستن. پیش از اینکه است یعنی در ماه جمادی الاولی در سال 8 هجری عرب ها که بود در یک منطقه شمالی یعنی که موته میگن اورا، در اونجا یعنی با مسلمان ها که 3000 لشکر مسلمان ها بود، یا 1 لگم رومی ها بودن، یعنی مسلمان ها با اونا جنگیده بودن در جنگ موته. 3000 از مسلمان ها، 1 لک رومی ها، 1 لک تعدادشون. مسلمان ها 3000، 3 1 2 3 3 3 و مسلمان ها در اینجا بسیار شجاعت خدا نشان دادن. و اهل کتاب یعنی کفار اونجا و اهل کتاب بودن، اونا مسلمان ها را که دیدن اسلام ها، مسلمان ها را بسیار حیبت و ترس اسلام در قلبشان، مسلمان ها در قلبشان جای گرفت که او یک قوت دارن، یعنی که یعنی با 3000 ما شکست دادن. وقتی که در ماه رجب سال 9 هجری شد در سایه تبوک، یعنی رسول الله صلی الله در سایه تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم با 30,000 لشکر 30,000 لشکر گرفت در برابر قیصر یعنی پادشاه روم یا امپراتوری اروپا، در برابر از یعنی به طرف شام حرکت کرد 30,000 و در سایه تبوک که است یعنی در اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم سنگر گرفت، خیمه ها را زد. خب قیصری ها که است از جنگ کردن ترسیدن، یعنی جنگ نکردن، فرار کردن. بعد از او در اطراف از این بعضی یعنی پادشاهی حکومت های خرد وجود داشت، امیرا بودن و پادشاه ها بودن در اطراف از او. اینا پیش رسول الله صلی آمدن، اسلام خدا اعلان کردن، چون که مسلمان ها قوی شدی.
و همین قسم یعنی نصارا که الله حکم کرد که اگر اسلام قبول نمیکنه نصارا باید جزیه بتن و حتی وا خودشان آن راضی شدن که ما جزیه میتیم. اینجا عرب که یعنی شبه جزیره عربستان نقشش تبدیل شد، یعنی تمام مردم فهمیدن که آل دهی ساها که یعنی شرک ختم شدگیست از سرزمین عرب، باید شرک و کافر مشرک قوتش نباشه، یا فقط یعنی قانون و نظام الله که اسلام است این باید نافذ باشه. شرک ریشش کنده شد الحمدلله به مدد الله. کدام منافقینی که در مدینه بودن و پلانهای میگرفتن علیه مسلمان ها، اینا هم فهمیدن که دور از اینا یعنی زمانی از اینا هم خلاص شدگیست، یا ای که صحیح مسلمان شدن اگه اینطور حالت شد اینا هم زنده نمیمانن. تمام این صورت که از این حالات و اینی تو شرایط احاطه کردگیست اگه پای خود بیان میکنن. این صورت که ببینید این حالات میگه، این را در ذهنتان بگیرید. دیگه که رسول الله صلی الله علیه و در سال نهم پیش از اینکه به جنگ تبوک برود، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را بر حج روان کرد. یعنی او امیر مسلمان ها که است در حج باید یک کلان باشه و امیر حج تعیینش کرد، یعنی کلان که حاجی‌ها را تو کلانشان هستی، نظم نظامشان جور کن. به خاطر که مشرکین که است هم در حج می آمدن و اونا که است هنوز بند نبود از جانب رسول الله منع نشده بودن، یعنی ممانعت نبود. و بعضی ها که است در مکه که است بازم یعنی چی میکردن؟ به صورت عریان طواف میکردن. بعضی علما میگه که مشرکین که نسیان میکردن، یعنی ماها را تغییر میدن، ماه حج. مثلا ماه حج گفتیم شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، اینا چی میکردن؟ حج در ذوالقعده انجام میدادن. به می خاطر ابوبکر رسول الله هم تعیین کرد که یکی مشرک نمانی که لچ طواف بکنه، دیگه ای که ماها را کسی تغییر نده. این خطیب شربینی گفتگیست، یک سخن تاریخی است. دیگه ای که در اینجا الله در سورت براءت آیاتای اولی را نازل کرد. رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر بعد از او علی را روان کرد که شما برین و 4 اعلان بکنین به بالای کفار، 4 اعلانات. وقتی که علی میگه رفت، ابوبکر علی را گفت تو امیر آمدی یا مأمور؟ میگه گفت من مأمور هستم، امیر نیستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگیش که از طرف ما اعلان بکو، یعنی کسی اعلان بکنه که یعنی از جمله اعلان، یعنی تو امیر ما هستی، اعلان ما میکنه. کسی اعلان بکنه که یعنی او خویشاوند ماست، یعنی با ما یعنی از نگاه نسب نزدیک است. به خاطر که یعنی عادت عرب ها می بود که یک کلان یعنی در یک جای می آمد اعلان میکرد، باز از خویشاونده خدا روان میکرد، باز با واسطه خویشاونده که میشد قبول میکردن، دیگه کسی قبول نمیکردن. گفت نه، علی گفت که یعنی من خویشاوند پای اعلان ما میکنم، اما امیر 8 تو هستی. باز علی کی بود؟ یعنی من حیث سخنگوی، یعنی اعلان کننده، این کلانی ایره به دوش داشت. دیگر رفیقان به امرایش بود، مثل ابو هریره و اینا هم بودن. امام احمد از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابن ابی طالب به مکه روان کرد به خاطر اعلان براءت، که اعلان براءت بکن. ابو هریره میگه ما به امرایش بودم، احمد ابن حنبل روایت کرده است، میگه ما در بین حاجی ها میگشتیم و علی اعلان میکرد. او 4 اعلان کدام بود؟ این 4 اعلانی بود. یک اعلانی بود گفت که علی گفت الا لا یحجن بعد العام مشرکون، خبردار بعد از امسال دیگه هیچ مشرک حج کرده نمیتون. در الله گفت یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربون. دیگه غیر از این سال آخر است، یا مسلمان میشی یا دیگه از حج بند، مشرکین بند است. الحمدلله، بسیار یک اعلان قوی.
دوم اعلانی که ولای امیال ببینید در بیت الله قبل مشرکین میره، مرتدین اینا حج میکنن. این اعلان فعلا چی کردن؟ نقض کردن. نه چقدر مرتدین میرن حج، مسلمان های اصلی بند هستن. دوم این که ولا یطوفن بالبیت عریان، طواف نکند به بیت الله عریان، یعنی کسی که لچ است او طواف نکنه، یعنی لباس نمی پوشه. هیچ کس حق نداره که در بیت الله بدون لباس طواف بکنه. حالا خصوصا فتح شده، مسلمان ها قوت دارن. سیوم اعلانی بود که کسی که با رسول الله معاهده کرده بود تعهد جنگ نمیشه. اگر اعلانی بود که اگر کسی با رسول الله وعده کردگیست، اگر کم از 4 ماه است یا هیچ وعده نکردگیست یا وعده داره اما وقتش مقرر نشدگیست، بس دیگه کلش، یعنی کم از 4 ماه تا 4 ماه حق دارن. بس تا 4 ماه کسایی که با پیامبر صلی تعهد دارن، یا زیاد بود یا کم است 4 ماه است، فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 ماه بگردیم. بعد از این دیگه تمام تعهدات ختم است. یعنی تا این 4 ماه اختیار دارن که اینا چی میکنن، یعنی میروند در سایه مسلمان ها میگردن تا 4 ماه، هیچ کسی کارشان نداره. خوب فکر بکنن تا 4 ماه، یعنی چی معنی؟ تا 4 ماه درباره اسلام فکر بکنن که اسلام قبول میکنن. یعنی بعد از 4 ماه الله و رسولش از مشرکین بری و بیزار است. چی معنی؟ اگر مشرک در یک جای دیده شد، گرفتار شد، اون مشرک باید کشته شد. مسلمان مشرک دیگه بعد از 4 ماه گیر کرد میکشه او را، یا مسلمان میشه یا کشته میشه. حالا اگر مشرک مسلمان نشد تا 4 ماه کشته میشه. چرا؟ به خاطر که فی الحال حکومت قوی اسلامی قائم است، خلافت قائم شدگی، دیگه مشرک نمیتونه در اینجا باشه. آزادی مشرکین از بین رفت، حال آزادی برای مسلمان است. اینطور اعلان شد. به خاطر که ما و شما دیگه معاهده صلح اینا نیست، و حتی جزیه، یعنی با مشرکین، کسی که مشرک است اونا هم نیست، نه معاهده است، نه صلح است، نه جزیه، یعنی با بت پرستا دیگه چیز وجود نداره. و دیگه با این گپا کس، یعنی این گپا به امرش یک جا کرد که کدام مردمایی که با اونا وعده شده بود و اونا وقتشان یعنی از 4 ماه زیاد ماندگیست، او وعدهشان پوره شود. اگر از وقتش از 4 ماه زیاد مانده پوره شود، به شرطی که اونا کدام خیانت نکرده باشند. اگر خیانت کرد بازی او تعهدات سه که چقدر اسلام دوستا با وجود قوتش، کسایی که تعهد وعده شده با بعضی ها زیادتر شده بود، مثلا با بعض قبایل چی میکرد؟ صلح هم میکرد، بازشان میجنگید، اما این تو صلح دائمی نکرده. اونا 4 ماه زیاد، مثلا 1 سال است تا که خیانت نکردین که تستان ادامه میدیم. بعد از وعده پوره شد اعلان جنگ است. خب این سیوم اعلان 4م چیست؟ که اعلان 4می که لا يدخل الجنة الا نفس مسلمه، در جنت هیچ کس نمیره مگر انسانی که شخصی که مسلمان باشه. نفس مرد زنی که مسلمان در جنت میره، کافر رفته نمیتون، صرف مسلمان. مسند احمد 7964 سند صحیح. یعنی کسی دعوا نکنه که ما یعنی محمد رسول الله کسی را در جنت میبره. نه. اگر کسی یهودیست یا نصرانیست یا مشرکه که او بگه که من جنتی استم، دیگه نگویه کسی. هر کسی مسلمان از خود یعنی او در جنت میتونه داخل شود و میتونه گفته که ما امید دارم به جنت برم. غیر از مسلمان گفته نمیتونه که ما در جنت میرم یا جنتی هستم. به خاطر اینکه اینا قالت الیهود و چی می لا يدخل الجنه الا من كان هودا، یهودیان می جنتی ما هستیم. رسول الله صلی الله علیه و بعد از این بند است که کافر بگه که من جنتی هستم، دیگه کسی گفته نمیتونه. به خاطر که به این فضا خراب میشه، دعوت اسلامی خراب میشه، فضا اسلامی خراب میشه.
وقتی که جنت به اسلام موقوف است، اینال کسای که هوشیارند باز هم فکر میکنند که خود را از جهنم نجات میتن یا نه، یا به اسلام میان یا در حالت کفر به جهنم میروند. خلاصه ای که دوستا دری اعلان کس یعنی کمی تفصیلش باید پسان میاد. الله که بایات اولی که ذکر کرده ایست علال قتال بیان میکنه. میگه کیف یکون مشرکین عهدون، یعنی اینجا تقریبا 16 دلیل بیان میکنه. چه قسم یعنی با کفار شما تعهد داشته باش؟ یا در مکه المشرکین یعمروا مساجد الله. جواب سواله، یعنی چه قسم به امر اینا جنگ میشود که اینا یعنی سوال پیدا میشه که اینا مسجد جور میکنن، حاجی ها رو آب میتن. الله میگه کل اعمال از اینا برباد است. همه کافر که است، یعنی کفاری که غلیظ است با اینا هم بجنگن و کفاری که غلیظ نیست یعنی با امرای اونا هم بجنگن. الله میگه شرک کفر عملی است که کل اعمالت از بین میبره. این معنی قتال نیست، یعنی مسجد جور کردن. یک کسی کافر است کلمه میخوانه، کفرش آشکار میشه، کلمهش نقض است. نماز میخوانه کفرش آشکار شد، کلمهش نقض شدگی. بعد ترغیب میده در قتال فی سبیل الله. اینم مسئله برات مشرکین میگه. یعنی اگر که باز الله میگه پدرت برادرت بازم از او جدا شوی نفرت بکنی که مشرک است، باز به 8 طریقه یعنی ترغیب به قتال میده و 3 وعید به آخر بیان میکنه. در آخر 3 واقع جنگ حنین که جواب سوال است که یعنی کسی میگه که دیگه کسا که است یعنی مسجدها را که است ما را نمیمانن، یعنی با مسجدها عبادت و اطاعت بکنیم که از اینا چی کار بکنیم دیگه. یعنی در آخر در آیت 28 الله میگه دیگه مشرکت نمانی که در مسجد الحرام داخل شد. براءة من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشرکین. براءت این خبر مبتداست، یعنی هذه براءت، این اعلان بیزاری است از جانب الله و رسولش. واصلتون یعنی رساننده است، یعنی میرسد، رساننده است یعنی بکی براءت است، اعلان بیزاری است از جانب الله و رسولش که میرسد الى الذين عاهدتم من المشرکین، کسایی را که شما تعهد کردین از مشرکین. یعنی اعلان بیزاری است. یعنی از استثناء بعدی معلوم می شود که یک قید دیگه میشه داره. یعنی چه معنا؟ وقد نقضوا العهد، یعنی یقینا اینها کس نقض کردن عهد خود را. یعنی الله و رسولش از اون مشرکینی که با شما تعهد کرده بودن، لوث کرده بودن و او را شکستاندن، الله و رسولش بیزار است. براءة من الله و رسوله الذین عاهدتم من المشرکین. الله و رسولش بیزار است از اون مشرکینی که تعهدات خدا را شکستاندن. مثلا مشرکین مکه تعهدات خدا شکستان، الله از اینا بیزار است. قسمی قبلا بیان شد. تعهد بسیار قوی کرده بودن، پیمان قوی کرده بودن که ما خیانت یعنی جنگ نمی کنیم، اما تعهد خدا را شکستاندن. فایده مسلمانایی است که یعنی عاهدتم اینجا بر مسلمانان، یعنی کسایی را که شما تعهد کردین الله و رسولش بیزار است. فسیحوا فی الارض، در اینجا الله ایرا بیان میکنه. خب اونجا عاهدتم گفت یعنی زمانی که مشرکین عهد خدا نمیشکنانن، الله و رسولش کرد به عهد خود پابند نیست دیگه، خلاص شد دیگه. در اینجا یعنی مقصدی است که تمام مشرکین الله و رسول از اونا بیزار است، به خاطر که مشرکین که است تابعدار الله و رسول نیستن، الله از اینا بیزار است. فسیحوا فی الارض، یعنی با عمل بگردین، سیاحت بگردین در روی زمین، کسی شما را چیز نمیگه، با امن یعنی امن و امان. ابو سعود میگه سیاحت و سعی در روی زمین گشتن میگه، به نرمی باشد یا مطابق خوش خود باشد. فسیحوا فی الارض یعنی هر جای میتونین بروین، جایزه، با امن باشین. صاحب صدیق حسن خان در فتح البیان گفته 4 اشهر 4 ماه، یعنی و 4 ماه کدام است؟ یعنی از 10 ذوالحجه شروع می شود تا 10 ربیع الثانی را، تا 10 ربیع الثانی. ذوالحجه بعد از محرم است، بعد از سفر است، بعد از ربیع اول، بعد از ربیع الثانی، از 10 ذوالحجه تا ربیع الثانی را.
بخاطر که این اعلان ها که است در روز چی شده بود دوستا؟ در روز عید شده بود، در منا شده بود، در سایه منا کلگی مشرکین همه جمع بود، در اونجا شده گید. اینجا ماه عزت مراد نیست که همون 4 ماه چین، بلکه این 4 ماه از دوم ذوالحجه تا دوم ربیع الثانی آزاد بگردید. هدف یادی است که الله مشرکین میگه که یعنی در این مدت 4 ماه که از فکر بکنید اگر میخواین مسلمان شوین و این برای شما بسیار خیر است، بسیار فایده مند است. اگر نه که میخواین که مسلمان نمیشین از شبه جزیره عربستان بیرون شوین. اگر باقی میمانین کسی شما را گیر کرد شما کشته میشین، یعنی قتلتان واجب است، باز کشته میشین. این 4 ماه که از مهلت برای کسایی داده می شود، برای کسایی داده شد که اینها چی کرده بودن که ماه چیشان یعنی مدتی که تعهد با اینا شدگیست کم باشه، یعنی از 4 ماه کم است، 4 ماه به اینا وقت داده شد. اما کدام قبایلی که با رسول الله صلی از 4 ماه زیاد یعنی تعهدات داشتن، مثلا 6 ماه داشتن و 1 سال داشتن، او تا فی الحال هم باقی ماندگیست. او را تعهدشان الله میگه پورا بکنید. قسمی که الله میفرماید که یعنی فاتیم الی مهدم الی مدتیم، تا مدتشان وقتشان چیز کنین، یعنی پورا بکنین تعهداتی که از 4 ماه زیاده. ابن جریر طبری اینی را امی تفسیر ترجیح داده گیست. وعلموا انکم غیر بدانینی را، اینجا هدف است که مهلت برای شما که داده شده گیست از جهت ضعف مسلمانان نیست. شما بدانید که الله را یعنی عاجز کرده نمیتونید، بلکه حکمتی است که میشه که شما توبه بکشین. سعی 4 ماه وقت داریم که شما توبه بکشین و با صدق قلب یعنی اسلام قبول کنید، منافقت نکنید. اگر نه الله میتونه که نمیال شما را گرفتار کنه و به قتل برسانه. ای مشرکین، یعنی شما تقریبا یعنی اضافه 20 سال علیه اسلام شما جنگیدگیستین، شما دیگه بازم 4 ماه دیگه الله براتان وقت میده. چقدر الله مهربان. اگر شما در کفرتان باقی بانین الله شما را رسوا میکنه، هلاک میکنه. چون که در این وقت یعنی مسلمان ها بسیار قوی بود دوستا و 4 ماه بر از اینا مهلت داده شد. در حدیبیه مسلمان ها ضعیف بود، اونجا به می خاطر مسلمان ها 10 سال صلح کردن. ایرا صدیق حسن خان در فتح البیان گفتگیست. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله. و اذان اعلان است من الله جانب الله و رسوله جانب رسولش الى الناس به طرف مردم یوم الحج الاکبر در روز حج اکبر ان الله که یقینا الله بری بیزار است من المشرکین از مشرکین و رسول الله بیزار است. فإن تبتم اگر توبه کردین فهو خیر لکم بخیر شما است، و این تولیتم اگر اعراض کردین توبه نکردین فعلمون بدانین انکم یقینا شما غیر معجز الله نیستین، الله را عاجز کننده و فرار کننده از عذاب الله. و بشر الذین خوشخبری بدید و کسای کفر و کافر هستند به عذاب علیم، به عذاب دردناک. و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یعنی در اینجا در آیت قبلی برات ذکر شد، اینجا هم براعت است. اینجا میگه اذانون، با اذانون ذکر کرده براعت. فرقش است که در آیت اولی براعت مراد به او چی است؟ در احکام دنیا بود، یعنی الله و رسول بری است، اما 4 ماه در دنیا بر شما امن است. این دوم براعت که است اذان من الله و رسوله یعنی یوم الحج الاکبر. این دوم براعت که است یعنی از محبت و موالات، یعنی الله و رسولش با شما محبت نداره، مؤمنین همچنان. یعنی چه معنا؟ ای مسلمان ها با اینا محبت نکنید، اینا براعت بیزاری دوستی داشته باشید. از قبل هم داشتن، یعنی بعد از این تو براعتی که با اینا می جنگین، یعنی جهاد میکنین، قتال میکنین. بعضی هم میگه در آیت اولی که یعنی مشرکین که براعتش ثابت شده بود، یعنی الله خبر داد. در این آیت یعنی اما اعلان براعت واجب شده است، یعنی قبلا براعت بود، حال اعلانش واجب است که اعلان کنین. یعنی اصل دوستا در ایمان است که هر مشرک باید در قلبت کافر از هر کافر بری و بیزار باشی، اما بعض جا اعلان کرده نمیتونی. اعلان در وقتی واجب است که توانایی پیدا کنی.
قدرت پیدا کردی باید که اعلان کنی، براءت اعلان کنی. سوم است که بهتری است که یعنی قبلا براءت بود از اون مشرکینی که به همراه از اونا وعده شده بود آهدهم. در اینجا اعلان براءت کس از عام است، یعنی برابر است که وعده با اونا شده یا عام مشرکین است. و می خاطر میگه که وعده من الله و رسول الی الناس، کلمه ناس آورد، یعنی که یعنی چی معنا؟ که بعد از 4 ماه یعنی اعلان جنگ است، یعنی اعلان جنگ است بعد از 4 ماه. و اذانم الی الناس یوم الحج الاکبر، در روز حج اکبر. مراد بیزی کدام است؟ دوم ذوالحجه، یعنی روز منا، روز اول عید است، عید قربان که حاجی‌ها در منا چی میشن؟ جمع میشن. در صحیحین حدیث است که ابوبکر و علی میگه اعلان براءت کردن در روز عید، یعنی اول عید، تاریخ دوم بود. اینجا سعی کنین دوستا، اینمی روز اول عید الله حج اکبر گفته، یوم الحج الاکبر، حج اکبر، به خاطر که در اینجا بسیار کارهای حج می شود. مثلا جمرات میزنی، شیطان ها را قربانی میکنی، در یک روز طواف میکنی، سعی میکنی. و حج اکبر مراد به اینمی حج است، به خاطر که عمره کرد باز حج اصغر است. بعد یا میگه اگه حج در روز جمعه پنجشنبه واقع شد حج اکبر است، اگر نباشد نه این شرط نیست که جمعه پنجشنبه. به خاطر که در اینجا زیاد مردم جمع می شود در منا، کارهای حج زیاد می به خاطر اکبر گفته. صدیق حسن خان در فتح البیان و دیگرها گفته. به نزد عوام چی میگه؟ حج اکبر میگه که روز عرفه در روز جمعه واقع شود، بعدش پنجشنبه گفته. نه این اصطلاح قرآن حدیث نیست. اگر که فضیلتش هست، یعنی حج اکبر نمی حج اصغر عمره است. در سنن ابو داود میگه که رسول الله هم گفت که حج اکبر کس روز قربانی است که حیوانا را ذبح میکنی. در سنن ابو داود 1946 سند 48 سندش صحیح است. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، مگر او کسایی که شما تعهد کردین از مشرکین، ثم لم ينقصوكم، باز اینا کمی نکردن شاین هیچ چیزی را در وعده خدا، ولم یظاهروا و کمک و مدد نکردن علیکم برخلاف شما احدا، هیچ کافری را، هیچ کسی را. فاتموا پورا بکنی لهم به این کفار عهدهم، عهد از اینا را، الی مدت امتحان وقتشان. ان الله یقینا الله یحب المتقین، دوست داره متقیان را، کسایی که تقوا میکنن. این دوستا در اول براءت من الله با ارتباط میگیره. بعضی ها میگه که با استثناء، یعنی فسیحوا فی الارض، یعنی قولوا لهم فسیحوا، بگو برای اینا بگردین در روی زمین. و صدیق حسن خواجه گفته که یعنی هدف است که مشرکین، کدام مشرکینی که اینا با امرای ازی تعهد کردین، یعنی شما که از 4 ماه کم است، او خب بیان شد حکمش. اینا اگر کسایی که با مشرکینی که تعهدش از 4 ماه بالا است، اینا که تا 4 ماه مهلت برشان بدین. الا الذين عاهدتم من المشرکین، او کسایی که از 4 ماه یعنی کم است خود تا 4 ماه مهلت داده میشه. این بیان شد. اما کدام مشرکینی که به همراه از اینا تعهد معاهده شدگی است از 4 ماه اضافه است، اینجا الله اینجا بیان میکنه که به خاطر که اینجا از 4 ماه شما اضافه تعهد کردگی استین، بر از اینا مهلت بدین. اینجا حکم شد الا الذين عاهدتم من المشرکین، وعده کردین ضیافت است، با اینا کمی هم نکردن، لم ینقصوکم، یعنی در وعده خود چی کردن؟ کمی نکردن، دیگه ای که یعنی نقصان نکردن. ولم یظاهروا علیکم، کسی را علی شما مدد هم نکردن یا کافر یعنی حمله بکنن به صورت پنهانی، این کار نکردن. به صورت پنهانی وعده خدا شکستان یا کفار مدد کرده باشن. باز فاتموا الیهم عهدهم، عهد از اینا را عزیز زیاد است پورا بکنید تا اون وقتشانه، زیرا الله متقی را دوست داره. متقیانی و کسایی که وفادار به تعهد خدا نه، اینا را الله دوست داره. کسی که لوث کرد یعنی تعهد کرد به او را نشکنن، الله اینا را دوست داره. و این انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، وقتی که تیر شد الله میگه الاشهر الحرم، ماهای حرمت
تیر شد. فقتلوا بکشین مشرکین را حیث وجدتموهم هر جایی که گیرشان کردین و خذوهم بگیرین اینها را و احصروهم و قید کنین اینها را بندی کنین و قعدوا بشینین لامد برای از اینا کل مرصد در سنگرها فإن تابوا اگر توبه کردن از کفر و شرک مسلمان شدن و اقاموا الصلاة پابندی به نماز هم کردن. تنها توبه کلمه خواندن نی، وقت نماز شد نماز بخوانن و اتاو زکات هم دادن فخلوا سبیلا خالی کنین به راه از اینا را، یعنی با نشان که برای آزاد باشه مسلمان. این الله غفور رحیم، یقینا الله بسیار بخشاینده و مهربان است. اکثر مفسرین دوستا در اینجا تفسیر این چنین کردگیستند، رایشان نیست که در این آیت فإذا انسلخ الاشهر الحرم ماه حرمت مراد به اونم 4 ماه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه بر مشرکین به اعلان براءت داده بود، یعنی به صورت مهلت که داده است. اشهر الحرم میره میگه که 4 ماه تیر شد باید بکشه، یعنی بعد از اعلان براءت 4 ماه وقت داده است. ای الاشهر الحرم المتعجل فیها، یعنی که در اونجا پیامبر صلی الله علیه و تعیین کرده بود تو را. او از ابتدایش از کجا بود؟ دوم ذوالحجه اول عید تا به دوم ربیع الثانی این ختم میشه. صرف یک روایت مطابق از عبدالله بن عباس است که او میگه مراد به ماهای حرمت ماهای عزتمند، یعنی این را به این خاطر گفته شده است که در این ماه که با مشرکین یعنی قتال حرام شده بود که قتال نکنین. این حال 4 ماه که تیر شد مشرکین هر جای گیر کنین بکشین اسیر کنین بزنین تا که توبه نکنن. اینی حکم شد.